سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از چنل من. بچه تو این ویدیو قراره بریم آموزش گلد کردن یا طلای کردن او مای گاد واو اسنایپ، شاتگان و M4 رو مثل گانای M4 رو بهتون یاد بدن. خب بریم سراغ نه قبل از شما سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله کنارش بزنید، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اولین گانی که میخوام بهتون یاد بدم چطور باید گلدش کنید اسنایپ جان. خب اولین نوشته مثلا لگو کیل، مثلا باید 350 تا کیل با اسنایپ بزنید. زیاد کار سختی هم نیست. خب راست میگم دیگه، کار سختی نیست. 350 تا کیل با اسنایپ. بعدش نوشته با 45 تا کیل فقط نشسته بزنید. 45 تا یک دوستش مثلا نشسته، مثلا میشینید 45 تا کیل میزنید، همینجوری راحت آسون ساده. خب بعدی هم فقط بدون اسکوپ باید 120 نه این با لوازم جانبی یا اتچمنته. مثلا میایید اسکوپ میذارید و فلان میذارید و یا اینو میزنید خودش کامل شد اینجوری دیگه. کدوم بود؟ این بود. آره الان اینیم. مثلا این بدون اتچمنت مثلا باید اینقدر نه اشتباه گفتم بچه. آره خب بچه ها این واسه این که مثلا بهتون رنگ اونم باز کنید شما باید 50 تا کیل خوابیده بزنید. 50 تا کیل خوابیده. بعدی اینم که 60 کیل بدون اتچمنت، مثلا هیچ چیزی رو گارتون نباشه، اسکوپ یا خفه کن یا چیز دیگه نباید چیزی باشه. خب بچه ها بریم سراغ گانه بعدی که شاتگانه. بریم سراغ شاتگان. خب بچه ها اومدیم سراغ شاتگان. خب اولیش که واسه اسنایپ و بقیه گانام هست چند کیل؟ 300 تا کیل با شاتگان باید بزنید. 10 تا رنگ هم بهتون میده. بعدی گلون گرفته نشسته باید 50 تا کیل بزنید. مثلا میشینی نشسته 50 تا کیل باید بزنید. بعدی 10 تا رنگ بهتون میده. 30 تا کیل بدون اسکوپ باید 30 تا کیل بزنید. 30 تا کیل که زیاد نیست ولی خوب باید یاد بگیرید یا بلد باشید با شاتگان کیل گرفتن. خب این چیه؟ کیل او رونتکس او فایتینگ. این یعنی با اتچمنت، همونجور که با اسنایپ بهتون یاد داده بودم با این میتونید بزنید. مثل اسنایپ که بهتون یاد داده بودم مثلا 10 تا رنگ داره کلن، با اینو دیگه باید بزنید دیگه دوستان. 10 تا نه 200 تا کیل باید با اتچمنت بزنید. بعدی این 40 تا کیل خوابیده، 40 تا کیل خوابیده باید بزنید شما. در کل با 40 تا کیل خوابیده بزنید. بعدی چی بود؟ اینم بدون اتچمنت. آره 80 تا کیل بدون اتچمنت. مثلا اینو شما آف کردین، اینا نه آف کردین، اینا رو گذاشتین، اینا رو گذاشتین. شما باید اینا رو آف کنید یا بردارید. مثلا با این کارت آبی میتونید لول گانا رو ببرید بالا. مثلا این رفت 3، من نمیخوام ببرم چون علاقه ندارم. خب بچه حساب کنید. و واسه بچه گلد کردنش اینا رو میخواین بهتون یاد بدم توی پارت بعدی بهتون یاد بدم. خب الان شاتگان یاد گرفتین. 1 2 3 4 5 6 کلا 6 تاست. با 6 تا ماموریت ها رو انجام بدیم. خب بریم سراغ گانه بعدی همون M4 خودمون. خب بچه اومدیم سراغ گانه بعدی. این گانه هم باید بهتون یاد بدم دیگه. خب بریم اینجا. خب میزنیم روی اولی واسه همه همونجور که بهتون گفتم باید مثلا کیل زیاد بزنن.
600 تا کیل باید با AK بزنید تو فقط یه بخشش باز شد. بعدیش نشسته بعد با AK بزنید. آسون، خیلی خیلی آسونه این، جدی این خیلی آسونه. مثلا واسه بعدی هم این فکر کنم بدون این باید بدون اسکوپ 80 تا کیل بزنید. آسونه به نسبت به بقیه خیلی آسون تره. خب الان بعدی با اتچمنت 125 تا کیل باید با اتچمنت بزنید که مثلا پس شاتگان و اسنایپ بهتون گفته بودم اگه تو اینجا نگاه کرده باشین میفهمید. خب اینا مثل این 100 تا مثلا به 100 نه فراموش کردم کلا. بعد 100 تا کیل بدون اتچمنت یا بدون لوازم جانبی یا اون اتچمنت بزنید، مثلا بدون وسیله. مثلا این 80 تا کیل بدون 80 تا کیل باید بزنید. خوابیده خیلی سخته، خیلی و مثلا بخواید گاناتون رو بلاک کنید باید از این بنفشه داشته باشید. مثلا این یکم بیشتر از این بنفشه تاثیر نداره، چون بنفشه خیلی تاثیر بیشتر داره، چون یکم سخت‌تر پیدا میشه. الان مثلا اینو نگاه کنید چقدر کم میبره آبی. الان سبز رو نگاه کنید خیلی کم میبره. الان اینو نگاه کنید 104. الان اینجوری با اینا فرقی نداره، اینو بذارید یا نذارید، ولی این بنفشه خیلی به دردتون میخوره. بهتون توصیه میکنم بردارید. بقیه گانا رو هم اگه میخواید به این بگید که واسهتون بسازم. اینا خب مثلا الان بریم بهتون آموزش بدم مثلا با چه مپی بازی کنید تا بتونید اتچمنت خوب بدارید. نه سریعتر اینا رو گلد کنید. مثلا مپ باید شیپمنت باشه، مپش هم باید فری فور آل باشه. فری فور آل. خب بریم تو بازی بهتون نشون بدم. خب بچه پینگ اون درست شد. بعد یکم مدت باشه، چون من اتچمنت ندارم نمیتونم بزنم مثلا اینا رو. الان هم گوشیم داغ کرده دارم یکی زدم با مفوری. مثلا این یکی بابا بمیر بینو حروم یا خودشو بد میذاره با اسنایپ. بچه من نمیتونم مثلا نرف این بازی کنم چون گوشیم داغ کرده. اینم زدم. اینم بزنم مثلا 7 کیل زدم. او چقدر 17 زود رسید. او چقدر زود 10 تا کیل کردم بریم. خب الان 12 تا کیل زدم تا الان. برد دیگه. آره نه برد. چجوری نبرده هنوز نبرده. اینی من ببرم، اینی کامبک میزنم. ای وای ای شیت. خب سب کنید الان من بهتون شد بدم. مثلا 19 تا کیل زدم. الان میفهمم چقدر. سب کنید بابا برو دیوز برو. این باز نمیشه. الان من چه بخورم. بچه کیفیت ویدیو چون پایینه یکم مصرف نتش بالاه. الان مثلا من 20 تا کیل زدم یه رنگی شد. مثلا با لولم بالاتر باشه تا بقیه رنگ رو بده. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.